راحت ترین و خوشمزه ترین عصرونه است. نه فر میخواد، نه همزن، نه خمیر مایه و نه استراحت. دیگه واقعا همه چی تمومه. فقط کافیه که تخم مرغ، شکر و وانیل رو با هم مخلوط کنید و خوب همش بزنید تا کرم رنگ بشه. روغن مایه رو بریزید و به هم زدن ادامه بدید. ماست، بیکینگ پودر و بعد آرد رو هم اضافه خوب مخلوطش کنید. در نهایت یه خمیر به این شکل آماده میشه که نیازی به استراحت هم نداره. سطح کارتونه که آرد پاشی کردید، خمیر رو روش بذارید و با وردن پهنش کنید. اطرافش رو هم برش بزنید و مرتبش کنید. حالا روی خمیر رو به عسل رقیق شده آغشته کنید. شکر و دارچین هم با هم مخلوط کنید و روی خمیر بریزید. خمیر رو به آرومی رولش کنید و انتهاش رو خوب فیکس کنید و بعد مطابق کلیپ با یه نخ برش بزنید. از چاقو میتونید استفاده کنید. بعد از اون توی روغن داغ سرخش کنید و کنار چای عصرانه‌تون نوش جان کنید و لذت ببرید که فوق‌العاده است.